بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. امروز قراره بعد از مدت‌ها براتون ولاگ طولانی بگیرم. البته خیلی وقت دیگه ولاگ طولانی نگرفتم و یه سری چیزا یادم رفته، ولی خب قراره براتون ولاگ بگیرم. بعد اینکه صبح همون بودم، بعد اومدم بشم درس بخونم، بعد انقدر خوابم میومد تازه سرمم خوردم. بقیه تو جیبشون چی دارم؟ من چی دارم؟ قرص. بعد اینکه آره گفتم که یکم بخوام، قرص خوردم، خوابیدم و بیدار شدم، بعد برق رفت و دوباره نتونستم درس بخونم. ولی بالاخره دیگه الان بلند شدم و میخوام بشینم درس بخونم. پس بیاید بریم با هم درس بخونیم، هم کره تمرین کنیم، هم کلی حرف بزنیم. بچه‌ها اینو دفتر کتابم. خب من پایین قبلا درس میخوندم، ولی الان اومدم بالا دیگه، اسباب کشی کردم کلا به اتاق بالا و من بعد این وسایل رو همه‌شو داخل اینجا جا بدم. ولی نمیدونم چه جوری، آینه‌ام خیلی تمیزه، مخصوصا اون آینه کوچیکم اینجاش خیلی تمیزه، ولی هم چه جوری بعد اینا رو اونجا جا بدم و واقعا موندم. خب بچه‌ها من تصمیم گرفتم اینجا بچینم وسایلمو. اگه یادتون باشه اینجا قبلا اینجا آینه بود، بعد کتابایی که میخوندم بودش، ولی الان تصمیم گرفتم کتاب درسیام بچینم و اینکه کتابام بردم پایین. بعد حالا بهتون نشون میدم کتابایی که میخوندم و همه رو بردم پایین و داخل کتابخونه پایین چیدم. بعدش هم اینجا هم تمیز کردم و فقط همینا مونده که دیگه الان میخوام بشم درس بخونم. الان گوشیم تو بدترین موقعیته، نه اگه یکم بیاد جلوتر گوشیم چپلق چرخیده، زیرش دفتر گذاشتم گوشیم چپلق برنگرد. آقا چی شد؟ ببینید این که بنده یکم درس خوندم خب و انقدر گشنم بود. خب آدم گشنش میشه دیگه آقا، منطقی مگه نیست آدم گشنش میشه. رفتم غذا خوردم. خب بعد ماکارونی داشتیم، جاتون خالی، انقدر خوشمزه بود، من عاشق ماکارونیم. و آقا چی شد؟ گرفتم غذا خوردم، خوابم گرفت، دست من نیست که. بعد خوابیدم، بعد بیدار شدم یکم درس خوندم. خب بعد الانم نه بیدار شدم مثلا تیک تاک. خب بعد یکم درس خوندم، الانم درس میخونم. خب بچه‌ها ولی هرچی نگاه میکنم خیلی زیاده. رفیقم یه عکس فرستاد ولی نمیدونم. من برم عکسش ببینم. بیا دارم یخ میکنم خوبه روشن. آره من این برگرد دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا صفحه آچاره. خب به هر نقطه‌اش یعنی پشت و روه ها. خب نمیدونم چیکارش کنم، واقعا خیلی زیاده. چقدر موها داغون داره میفته. بچه همینجوری که من داشتم درس میخوندم این خانوم داشت تیک تاک میگرفت. ویدیوهایی که تو گوشیش داره پخش میشه رو ببینید چه فیلتری گذاشته. تازه شلوار منم پوشیده قابل توجهتون، لباسا رو ریخته اینجا، از اینجا برداشته ریخته اینجا. بچه من درسم رو خوندم، بعد زبانم یکم خوندم ولی ولاگ نگرفتم به خاطر اینکه یکم حواسم پرت میشد. بعد اینکه مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه هم بودی، لایک و سابسکرایب یادت نره، نظرتو حتما برام بنویس و اینکه تا ولاگ بعدی خدافظ.